درود برای همه عاشقانی که سلسله ویدیوهای ما را در اینستاگرام، فیسبوک، تیک تاک یا یوتیوب با نام وطن دیگر میبینند. امروز این خریطه نوی تاجیکستان است که چند وقتی آخر مورد استفاده قرار گرفته است و خرسندی من ده چند از اون است که همین منطقه که ما میبینیم واروخ در خریطه نو دیگر انکلاف نیست. همگی یک ماه پیش ما خریطه های را مورد استفاده داشتیم که همین نقطه انکلاف بود، یعنی جدا بود و خوشبختانه امروز در خریطه نو این جدا نیست و من باور دارم که در جمع با بچه های نظامی، با بچه های قدرتی، با بچه های فرهنگ، با بچه های ژورنالیستیک، با مردم اهل زیایی بانند به ناموس تاجیک ما میگیم که واروخ انکلاف نیست و این اثبات میکنیم. اثباتش هم از همین خریطه شروع شد.